مدتی پیش رفتم دیدن پسرمو. توی روستای دور افتاده زندگی می کرد. من نوجوانم و گواهینامه ندارم، برای همین با اتوبوس رفتم. اما فهمیدم اتوبوس رو اشتباهی سوار شدم. داشت میرفت به یه شهر دیگه. ناچار وسط راه پیاده شدم. از اونجا تا خونه ی پسرموم حدود 30 دقیقه پیاده روی داشت. انقدر جای پرتی بود که به ندرت اتوبوسی از اون اطراف رد می شد. تصمیم گرفتم پیاده تا خونش برم. دو طرفم فقط زمین و مزرعه بود و یه دونه آدمم دیده نمی شد. همون موقع چشمم به یه چند تا مترسک تو مزرعه افتاد. به نظرم یه کم غیر عادی اومد. یعنی همشون شبیه آدم واقعی بودن. با دقت به یکیشون نگاه کردم. فهمیدم احتمالاً از مانکن استفاده کردن. نتونستم جلوی کنجکاویمو بگیرم. رفتم سمت یکیشون. نزدیکتر که شدم تعجبم بیشتر شد. مانکن از اونی که فکر می‌کردم خیلی واقعی تر بود. پوستشم خیلی طبیعی بود. انگار یه آدم واقعی جلوم وایساده. تمام موهای تنم سیخ شد. با بهت بهشون نگاه می‌کردم و مونده بودم برای چی اونجان. مترسک‌ها همشون یه ژستی شبیه هم داشتن. تو حالت عجیبی وایساده بودن و بدنشون یکم خم شده بود. جو خیلی دارک و ترسناکی داشت. ناگهان چشم یکی از مترسک‌ها تکون خورد و به من خیره شد. انقدر ترسیدم که از پشت افتادم زمین. فکر کردم اشتباه دیدم، اما مترسک سرشو چرخوند سمت من. مثل دیوونه ها داد زدم و با سرعت فرار کردم. همون موقع یه مترسک یا مردی که خودشو شبیه مترسک کرده بود با یه داس تو دستش افتاد دنبال من. پشت سرم میدوید و صداهای عجیبی در می آورد. همین جوری که از دستش فرار می کردم داد زدم. چه مرگ چه عوضی؟ مترسک همچنان میدوید دنبالم و اون صدای ترسناک و در می آورد. شبیه یه زبونی بود که نمیفهمیدمش. یه لحظه پشتم رو نگاه کردم و دیدم میخواد با دستش بهم حمله کنه. پاهام از ترس شل شده بود، اما میدونستم اگه دستش بهم بیفته تیکه پاره میشم. واسه همین با تمام قدرت دویدم. خوشبختانه تونستم از اون مزرعه در بیام. وقتی پشت سرم رو نگاه کردم دیگه اون مترسک رو ندیدم. اصلا نفهمیدم واسه چی یه عالم وقت بدون حرکت اونجا ایستاده بود و ادای مترسک رو در می آورد. موقع فرار وقتی برگشتم بهش نگاه کردم، داشت میخندید. به نظر می اومد واقعا داره کیف میکنه. اولش که افتاد دنبالم گفتم شاید دوربین مخفی چیزی باشه، ولی وقتی دیدم میخواد با داس منو بزنه فهمیدم از این خبرها نیست. واقعا میخواست منو بکشه و داشت سرمو به باد میداد. وقتی از اونجا اومدم بیرون سری به پلیس زنگ زدم. کمی بعد به اون مزرعه رسیدن، اما هیچ مترسکی پیدا نشد. هرچند تونستن اونجا شواهدی مبنی بر قتل پیدا کنن، مثل لکه‌های خون و چند تیکه گوشت انسان. برای همین به جستجوشون در مزرعه ادامه دادن. یعنی اون مترسکی که افتاد دنبالم کی بوده؟ بقیه اون مترسک ها اونجا چی کار میکردن؟ هنوزم فکرای بدی راجع به اون روز به ذهنم میاد. یعنی ممکنه بقیه مترسک ها جسد آدمایی باشن که کشته بوده؟ یعنی اگه نمیتونستم از اونجا فرار کنم منم یکی از اون مترسک ها میشدم. و یا شاید همه اون مترسک ها قاتلایی در انتظار تومه بودن.